سلام، چارچی هستم و امروز هم اومدیم با یه تحلیل دیگه، یه نگاه کوتاه به تحلیل دیروز بندازیم. خب، دیروز دو تا ناحیه من معرفی کرده بودم، یکی این ناحیه یکی هم این ناحیه پایین بود که دو تا آر به آر 4 بهمون داده، 4 و 14 و 4 و 38. عالی بود، ترکوندیم. حالا لینکش رو این بالا براتون میذارم، حتما یه نگاهی بهش بندازین، میتونه یه دیدگاه آموزشی هم داشته باشه. خب بریم ببینیم امروز چی کار میتونیم بکنیم. خب، یه چارت طلا هستیم تا این فریم دیلی. چون سبک ما به صورتیه که بیشتر نواحی نزدیک و اسکلپتوری رو میخوایم پیدا کنیم، خیلی کاری به تایم فرم های بالا نداریم. ما تو تحلیل قبلی گفتم ما یه ناحیه خیلی مهم داریم اینجا، ولی خب این کی قراره به این برسه مشخص نیست، شاید یک ماه دیگه اصلا به این برسه، پس خیلی به درد ما نمیخوره. پس در نتیجه تو تایم فرم های خیلی بالا نمیگردیم. یک نکته آموزشی، یه ویدیو آموزشی براتون گذاشتم که حالا اونو هم سعی میکنم لینکش این بالا براتون بذارم، در مورد تعیین جهت در تایم فریم دیلی توسط کندل ها، که حتما نگاه کنین اونو. گفتیم که کندل های با کلوز بالا، ما اولین دیدگاهی که داریم میگه ما ادامه حرکت، که اینجا یک کندل با کلوز بالا بوده و ادامه حرکت رو داره انجام میده. خب بریم تایم فریم های پایین تر. یک ناحیه‌ای من از قبل مشخص کرده بودم، این ناحیه گفتیم این ناحیه تصمیم گیری طلا هستش، که این میخواد ادامه حرکت رو به بالا بره یا میخواد بریزه. خب که این ناحیه تصمیم گیری طلا نتونسته جلوی قیمت رو بگیره، من علل حساب اینو فعلا ور میدارم. این دیدگاه من فعلا سعودی هستش به تارگت هانت این سقف. خب برگردیم یکم 4 ساعته، فعلا خیلی شبیه سعودی داره حرکت میکنه و ما فعلا در جهت لانگش باشیم خیلی بهتره. اما همیشه دو تا سناریو رو بررسی میکنیم، یک و در نهایت هم بررسی میکنیم که کدوم یکی از این سناریوها میتونه برای ما قوی تر باشه. یک سناریو اینه که این از اینجا بخواد یه اصلاحی رو بده، برگرده توی این ناحیه، بعد ادامه حرکت رو بخواد بده. سناریوی دوم اینه که این از همینجا حالا یه اصلاح خیلی ریز داشته باشه، بخواد بره ادامه حرکتش رو به سمت بالا انجام بده. خب این دوتا سناریو رو ما الان میخوایم بررسی کنیم، ببینیم کدوم یکی از این دوتا میتونه برای ما قوی تر باشه و بر اساس اون ما تریدی رو داشته باشیم. من یه سشن رو یه لحظه باید چک کنم. خب بله، این سشن هم به من تایید اینو میده که ادامه حرکت میتونه فعلا سعودی باشه. حالا اگه دوست داشتین که راجع به این سشن ها هم بیشتر بدونین، حتما تو کامنت ها بهم بگین، عرض میکنم خدمتتون نکات خیلی جالبی رو. خب به این سناریو، به نظر سناریوی فعلا حرکت سعودی برای من خیلی قوی تره. یک ناحیه خیلی ریز هم ما اینجا داریم علل حساب. این من لانگم فعلا لانگم و بله، این آخرین سنگره. خب توی تایم فریم 5 دقیقه این چه نواحی برای ما مهم؟ خب اولین ناحیه‌ای که داریم اینجاست که این میتونه تعیین کننده باشه که ادامه حرکت به چه سمت و سوی هست، و نواحی پایینتر هم که یک ناحیه به شدت قرص و محکم اینجا داریم. برگردیم تا این فریم 15 دقیقه. با این سناریوی دوم برای من محتمل تره و من علل حساب به دنبال لانگ میگردم. حالا چند تا حرکت اصلاحی میتونه داشته باشه توی دو تا ناحیه.
من یکی اینجا به دنبال لانگم، یکی هم اینجا برای امروز به دنبال لانگ میگردم. و حالا نواحی به شدت قوی هم داریم، خیلی دورن، ما خیلی کاری به اونا نداریم. پس این دوتا ناحیه برای امروز من فعلا برام مهمه و به دنبال لانگ میگردم. اگر یک ریزش خیلی قوی داشته باشیم که حالا بر اساس اون باید دوباره مجدد علائم رو بررسی کنیم، ولی بعید میدونم. من خیلی فعلا نظرم روی لانگ هستش و روی این دوتا ناحیه به دنبال علائم لانگ میگردم با تارگت. این تارگت کوتاه میتونیم داشته باشیم، تارگت بلند میتونیم داشته باشیم. من خودم خیلی تارگت بلند نمیذارم و یعنی اینجا اگر من یک علائمی از لانگ بگیرم، این رو به این شکل مثلا بخوام ترهید کنم، به این شکل تارگت اینجا بیشتر براش تران زنم که خود این 3 و 6 میشه و برای اون روز معاملاتی ما به شدت کافی هستش. امیدوارم امروز هم بتونیم مثل دیروز شکارهای خوبی داشته باشیم. ممنونم که همراه من بودین. پرسود و موفق باشیم.